سلام علیکم بیاده چطور هستی؟ دیگه گرمی کجا بخیر؟ حالا مرکه رفتم اینجا سودا میکردم کسی نخرید. ترازوست؟ این جور است؟ نه جوره سر بردن نمیخرم. جور است؟ امیر مسعود امروز میخرم. چند میدی؟ متی که دلت میخواد چند است؟ معلومه اگه دو سال هم باشه که من یک دانه شیر میخرم پشتکم اونجا کشته مونده. شکر که چند سال است؟ یک دو ماه سنم. نام خدا تبریک باشه. خودت چند سال هستی؟ من یک 23 هستم. ماشاءالله. مرا زنگ زد که شیر نداره دیگه چرا رقم میکنی؟ من رفتم مترزه رو گرفتم بردم سودا میگم کس نخرید پس اون. نام طفل چیه؟ برسان. بچه است. بچه است. چقدر وقت هستی کار میکنی؟ والا از من زیاد میشه. سال میشه نوام نورسی که ممکن است سالم کار نیست بیاد مورد. راست میگی. توکل به خدا دیگه چیزی که یا رسیر باشه از افطار باشه از سر باشه دوی چیز نمیشه. اینا کرایه خانه 3000 کرایه خانه. اوه. کرایه خانه دار میشه نمیشه. چی کنم؟ کرایه خانه ریمو دادی یا تو بند؟ نه مال مونده. دیر زنگ زدم چه رقم خیر حوصله گفتم نشونه یه بریم اول بگیریم با کرایه را سودا کنیم. مجبور هستم. خدا نمیدونم دم خدا واسه کن دیگه چیزی میاد دیگه داد خدا داد اون یک زن داد دیگه. شکر ما مزار با خدا رش. دیگه شام میشه. بشنگی هم تیر میشه مجبوری ما هم تیر میشه. ان شاء الله. صبر تو خدا خدا جان کنیم دیگه. چی کنیم دیگه توکل به خدا. ایره مسعود نمیخرم. ولی همی که گفتی که تفلک کن گوشنه است منتظر شیر است. ما بردک چند روپا پیسه میتون تمام مصارفی که به تفلکت میشه برو بخیر. درست است؟ چند میشه کمی تفلکت راحت باشه برای یک دو سه ماه؟ چقدر طول میکشه باز؟ ماه 500 شیرش میشه. سعی کنم ما از جای دور آمدیم دوستا یک چند روپا پیسه کمک کردن گفت افغانستان رفتی امیر به اشخاص بده که بتانی با این خوشحال است بسازی. گفتی 500 روپا یک ماهش میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اینی 10000 افغانی است. پیسه 20 ماهش میشه نه؟ انشالله. این از دوست طرف دوستای ما است. خونه شهوات که میخوام ما را که گرفته دست ما رو بند نکرده. این میشه اشتکاگم که همون جول باشه دیگه خداوند از زیاد بتشه. همین که اشتکا که امشب با شکم سیر خواب شو اینمی را خدا میبینه. خدا میبینه نصیب ما کجا بدینه. نصیب توکل به خدا کن. خدا ما هر برم خانه تو. خوشحال هستی قندم؟ مواظب خودت باش. مستقیم برو خانه.